امروز ما یه قصه چاهچشه. اون منو میگه. چاهچشه قصه ما یه بچه فضاییه. آرزو داشت بیادش بزنه. مادرش میگفت نه، پدرش گفت هرگز. خلاصه بعد داد قولای زیاد، بعد قولای فراوون که تمام نمره‌هاش فیکس بشه، اون اومد بزنه. ولی قبل از اومدن پدر و مادر اون از یه حراجی 100% یه جسم زمینی ارزون قیمت خریدن. من اومدم. چهارچشم امتحان. آره چیز 18 آفرین. رولاند 17. اگه میخوای بری دستشویی بگو اجازه خانم برم بیرون. این چه حرفیه که میزنی پیچ؟ کی خواست بره دستشویی؟ میخوام زودتر نمره امتحانمو ببینم. ما هم از شکم مادر تاریخچه زمین رو میدونیم. اوه ایما، چه نظریه جالبی درباره سیاره محقر ما داری؟ میشه برای بقیه هم بگی؟ بچه ها، من خیلی خوشحالم که فرصت دارم نقاط تاریک دانش شما رو درباره جهان روشن کنم. البته همه میدونید که ستاره ها در حکم چراغ راهنمای بین سیاره ها هستن. 1,000 سال پیش آقایی به نام گالیت با سرعت زیادی که داشت چراغ راهنما رو رد کرد. بعد کنترل وسیله نقلیه‌اش رو از دست داد و با خورشید برخورد کرد. نتیجه این تصادف خلق منظومه شمسیه. طبیعتا گواهینامه آقای گالیت باطل شد و الان شما اینجایین. ساکت باشین آخه یعنی چی؟ دانش آموز ایما، یک بار دیگه به هذیان‌گویی متهم میشی. تو قانونا مناسب کلاس 5 نیستی، بنابراین به کلاس پایین‌تر تنزل میکنی. ساکت باشین ببینم. ساکت، سکوت رعایت کنی وگرنه همه اخراجت گفته باشم. من خانم بلاب هستم. اما لطفاً برو بشین. خیلی ناراحت کننده از اون تیپه که بیچاره ندونست بی بقیه میرسی. خب به نظر منم یه تصادف ماشین توضیح بهتری برای منظومه شمسیه تا خیلی عذر میخوام، نمیشه ازش بگذاریم؟ به هیچ وجه. به هر حال باید به فکر سطح درسی بقیه هم باشیم دیگه. موافقم. بهتر نیست قبل از اینکه مطمئن بشیم ببریمش کلاس 4، بعد یه امتحان ازش میگیریم، اگه نمره قبولی آورد میفرستیمش کلاس 5، چطوره؟ اوه عجب پیشنهاد جالبی، چون 1,000,000 سال دیگه هم قبول نمیشه. میخوای با اون شیر چی کار کنی؟ تو که میدونی حساسیت داری. دقیقاً میخوام تمومش کنم. کلاس 4 اینقدر سخت بوده؟ سخته؟ زمینی که سیاره ما سخته غیر قابل تحمله. نمیتونی تصور کنید چه روزایی داشتم. اینقدر مزاحم دوستت نشو، دارن کار انجام میدن. سلام، اسم من آینه. تو کی هستی؟ اما مغز فندقی. سلام اما مغز فندقی. چند سالته؟ کجا زندگی میکنی؟ میخوای وقتی بزرگ شدی چی کار کنی؟ چطور عینکی شدی؟ چرا حالا در میاری؟ چرا داری؟ هیچ وقت نمیتونی بری کلاس 5. و چطوری چسبا میریزن تو تویو؟ هیچ چیز بیشتر از این روزامو خراب نمیکرد. چرا تو فیلم ها همه آدم بدن صدا کلوفتن؟ جورج لوکاس چرا میخواد یه فیلم بسازه؟ یه صبرم سر اومد، خدا به زندگی میرم. اما آخر هفته باید امتحان بدی. اگه قبول شدی میری پیشی کلاس 5 یا بهتره کتابا رو بخونی باشه. اما هیچ وقت قبول نمیشه. اون هیچ شانسی برای قبولی نداره. یه شانس هم زیاده. باید یه نقش
کردی. میخوای اول چی بخونی اما؟ بخونم این امتحان توهین به هوش منه. ترجیح میدم این نقاشی علکی بکشم تا امتحان بدم. اما تو به این میگی درخت؟ یه کلاس دیگه میری پایین‌تر. یه کلاس پایین‌تر. یه کلاس پایین‌تر. یه کلاس پایین‌تر. پیت در باز کن. منم خواهش میکنم پیت. اگه من توی امتحان قبول نشم سر از ننوی بچه در میارم. باید کمکم کنی. کمکت کنم که درس بخونی. نه سوالا رو پیدا کنم. برای تو سوال امتحان روی اون فلپیه. داشته باش. من یه سری سوال جدید طرح میکنم که فقط هم 100% سخت داره. تو فقط هم فلپی رو برداری تا چارچش همه عمر تو کلاس 4 بمونه. فهمیدی؟ دیگه داره کامل میشه. وای این خیلی جالبه. شانس آوردم شما توی سیاره خاکی مکنده داری. این یه کرمه چه فرقی میکنه؟ فقط کافیه ما این مکنده رو بذاریم رسوم کامپیوتر تا اونم همه اطلاعات داجر رو از طریق دریافت کننده به عینک من منتقل کنه. اون که نمیتونه. نمیدونم میخوای بگی زمینی‌ها اینقدر تهوع افتادن که نمیتونن مکنده به چه درجی میخوره؟ خب با این مکنده ها و این شاخک‌ها تا حالا فکرشو نکرده بودین. درست میگم؟ بگذاریم. من نمیذارم تو با این حیوان کوچولوی بی‌دفاع بردرسازی کنی. لعنت به اکتسابات با مکنده. دیگه برو. من مواظبم. سلام خیلی دلشین. چقدر شما مهربونی. این جالبه که اینقدر توجه داری. خب خوب شد برگشتم سر فایلم. ایمان این چیه؟ چه اتفاقی داره میفته؟ چی رفته تو حلقم؟ اجازه گرفته بودی بری تو حلقه من؟ این دیگه چی بود؟ آب میخوام. موفق شدی؟ حالا مکنده چطوره؟ خیلی خوب. انگار کار از کار گذشته. نگران نباش. کلاس 4 هم اونقدر بد نیست. حداقل آسونه. الان بهت میگم چی آسونه. جمع کردن مسائل خونه و ساختن یه آدم آهنی که بتونه به جای من امتحان بده آسونه. یادتون نره چی گفتم. بعد از کلاس اتاق من یه تخم مرغ شکنم بیارید. داره شوخی میکنه. یه سیب زمینی له کن. منظورم یه غذای یدکی چرخونه ها. ای پسر میشه 5 دقیقه این مسخره بازی ها رو بذاری کنار؟ تو اون کله درازت به جز تفریح شوخی چیزی نیست؟ بر اساس نظریه پروتونیوم مساوی سفارسکی لگاریتم موازنه باید مساوی با مربع ریشه کاتالیزور گرمایی باشه. یه دقیقه صبر کنین الان عددو چک میکنم. تا حالا به نظرت نرسیده که بهتره به جای یاد گرفتن علوم زیست مکانیکی برای امتحان درس بخونی؟ شاید بسی که داره کیو ترجیح بدی. اینم مغز متفکر قربان. سیدی کل آهنی آموزش آسان کلاس 5. کسی باور نمیکنه که این تویی. چون عینک نزده. خب یه
شباهت‌هایی داره. من میتونم وساحت مثلث رو حساب کنم. من میتونم همه سوالا رو جواب بدم و اصلا اشتباه نمیکنم. آواز خوندن این سیدی آموزش خودش مشکله. از طرفی اون همیشه لبخند میزنه و کسی باور نمیکنه. پس زیادی آواز میخونه و زیادی لبخند میزنه. در عوض همیشه جواب درست رو پیدا میکنه. یه جواب صحیح از 3 تا بد نیست ها؟ امام مخفی فندقی داری کجا میری و چرا داری میدهی و هدف از زمان چیه و چرا همیشه فاز نداری و چرا میلرزی؟ چرا دود از سرت بلند میشه؟ چرا جرقه میزنی؟ دلم کنه دارم تو جلوی اون کلاس 4 رو بگیرم. عجب بچه یه فضولیه ها. چرا دزدر تو سرت گذاشتی؟ با یک سوال بسیار آسون شروع میکنیم. خب زیست مکانیک قوانین حاکم بر اصول ریزمدارهای مغناطیسی به گفته گوستاو نوسوبرسکی و بر اساس نظریه پروتونیوم و نمودار چیست؟ بله. الگوریتم موازنه باید مساوی با مربع ریشه کاتالیزور گرمایی باشه، به استثنای وقتی که آدم‌های در اثر پرسش زیاد قاطی میکنه. جان وای. خب خانم داجر جواب سوالا رو گرفتین؟ خب برگشتی، حالا باید جاتو حفظ کنی. دیگه داستان عجیب درباره فضا نگو. صاحب بخیر دانش آموزان، او معرفی میکنم کنجکاوی بی پایان اون قدرت یادگیریش رو 2 برابر کرده. برای کلاس 5 آماده است. اینجا رو نگاه، اصلا جا نخور. کلاس 4 تحملش زیاد کرده. چرا لبخند میزنی؟ داری به چی فکر میکنی و چرا بهت میگن چرا کسی؟ چرا چه کردی؟ به مامانت رفتی یا به نه چیزی نشده، فقط امروز تعطیل کردن. از این اتفاقا رو زمین میفته. آخه امروز روز ملی آدم همیه و همه جا تعطیل.